درباره دعا کردن در درون نماز استاد یک کمتر صحبت میکردید. مقصد چه خیلی دعا کنیم؟ دعا از قرآن و سنت باشد یا که دعای عادی که به زبان خودمون دعا میکنیم؟ خوب است که دعاهای معثور باشد. دعاهای معثور، دعاهایی که در قرآن یا حدیث آمده است، خاصتا دعاهای پیغمبرها یا دعاهایی که الله تعالی سفارش داده است، مانند رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این سفارش الله است در سوره اسراء: و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بگو پروردگار پدر و مادری مرا رحم کن چگونه ای که آنها مرا در خردسالیم رحم کردند. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پروردگار و پدر و مادری مرا رحم کن، مهربانی کن چطوری که آنها در خردسالی مرا تربیت کردند، به من مهربانی کردند. این سفارش الله تعالی است. این دعا را گفت: و قل رب زدنی علما. بگو ای پروردگار علم مرا زیاده گردان. این سفارش الله تعالی است. این دعاها سفارش الله تعالی هست. خب دعاهایی هست که الله تعالی از پیغمبران نقل کرد: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعای حضرت آدم و حوا بعد اینکه گناه کردن، بعد اینکه اینا رو الله تعالی به زمین پرتافت، از جنت به زمین افتادن، گفتن که ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ما ظلم کردیم برای خویش‌ها، برای نفس خودمون. ربنا ظلمنا انفسنا، اگر تو ما رو نبخشی ما ظلم کردیم، اگر تو نبخشی رحم نکنی ما از جمله ضرر دیدگان میشویم. الله تعالی توبه حضرت آدم و حوا را قبول کرد و ما نقل کرد. این وقت حضرت یونس به کشتی به کیت فرو رفتند، کیت فرو برد ایشان را در قعر اقیانوس. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گفتند. الله تعالی گفت که وقتی که این دعا را کرد ما او را نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، ما همین گونه مؤمن ها را هم نجات میدهیم گفت. این دلالت به چی میکند؟ دلالت میکند که کسی همین دعای یونس گوید از بلای مشکلش ما او را نجات میدهیم. این فقط خاص برای پیغمبر یونس نیست، یعنی شما هم گوید. به همین معنی ذکر کرد. همین گونه دعای حضرت ابراهیم وقتی که به آتش پرتافته شدند، یا بر ضد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 10,000 نفر لشکر کشیدند از یهود و نصارا و مشرکای عرب. جنگ احزاب وقتی که شنیدن گفتن که حسبنا الله و نعم الوکیل، برای ما کفایه کننده بسنده الله است و چه خیلی هم وکیلی خوب است، کارامو همیشه به الله سپاریدیم، الله وکیل خوب است. وقتی که اینا گفتن فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، از جنگ با نعمت الله و فضل الله تعالی با ظفر و غلبه برگشتند. کمتر از 1000 نفر، 1,500 کس بودن که همه اونا جنگاور بودن، کمپیر و پیرکی های هم بود، کودک های هم بود، مسلمان ها همه 1,500 کس بودن. جنگاوراشون کمتر بود بر مقابل 10,000 نفر که همچون هجوم کننده به مدینه آمدن، مغلوب شده برگشتن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله این دعایی که ابراهیم در وقتی که به آتش پرداخته شد گفت: و محمد صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم گفته شد: حین قیل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. این دعا را هم حضرت ابراهیم خلیل الله هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عند الشدائد، در وقت وزنین ترین وزنینی ها گفتن، الله تعالی آنها را نجات داد. یعنی این دعاهایی که اجابت شده، دعاهای پرمضمون، دعاهای به طریق وحی آمده، این دعاها را اگر گوید قبول شویش تیزتر است به خلاف آن دعاهایی که خودتان میپرسید. این چونین در سنت هم خیلی دعاها بسیار از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و آله فراوان است. اگر اون دعاها را گوید خوب است، خاصتا به زبان عربی، خاصتا در نماز فرض و غیر دینی مسئله های دنیوی را پرسیدن اجازت از در داخل نماز. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ثم لیتخیر من الادعیه ما شاء،
سپس از دعاها کدام دعا را خواهد انتخاب کند. گفتم شرط نه که دعای منصور از قرآن و سنت باشد، کدام دعا نباشد اختیار کرده دعا کردن گرد. و الله تعالی هم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار این دعا رو تعریف کرد در سوره بقره. پروردگار برای ما در دنیا نیکی را ده. در دنیا این همه چیزی زنی زیبا، پولی، مال، همه چیز سلامتی، خوشبختی در بر میگیرد. و فی الاخره حسنه، در آخرت هم برای ما نیکی ده، یعنی جنت. و قنا عذاب النار، از عذاب آتش دوزخ ما رو در پناهت نگه دار. یعنی این دعا یک قسمتش درباره دنیا هست. دنیا پرسیدن هیچ باکی ندارد در داخل نماز. خب این بود دلیل ها برای اجازت بودن پرسیدن مال دنیا خاصتا در سجده و پیش از سلام. در سجده وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انه قمن ان یستجاب لكم، شما در سجده بسیار دعا کنید، چون که حالتی که از همه حالتی که بنده به الله تعالی نزدیک میشه سجده است. چون که سجده میبینید که این سجده ما به غیر الله تعالی به یگان کس نمیکنیم، نه به پدر و مادر، نه به یگان پیغمبر، نه به یگان کسی دیگر. رکوع هم به یگان کس نمیکنیم، حرام است، شرک است. کسی به غیر الله تعالی رکوع کنه کافر است، کسی به غیر الله تعالی سجده کنه اون کافر است، از دین میبره. برای حتی برای پیغمبر یا برای پدر و مادر یا برای یگان استاد به یگان کس سجده و رکوع کرده نمیشه غیر الله تعالی. کسی کرد و از دین میبراید. وقتی که این عبادتی که ما اینو به غیر الله به کسی نمی کنیم، روی من رو به زمین میگذاریم، این از همه حالتی که بنده به الله تعالی نزدیک میشه. فقمنون ان یستجاب لكم، بسیار نزدیک است که قبول شود. بنابراین دعا رو بسیار کنید. صحابه گفتن که اذا نکثر یا رسول الله، خیلی باشد دعا رو بسیار میکنیم یا رسول الله. گفتن که الله اکثر، الله تعالی بسیارتر است. یعنی هر چیزی که شما از الله تعالی میپرسید اگرچه بسیار باشدن، الله تعالی اکثر اجابتا، دعای شما رو بسیارتر اجابت کردن میگیره. ممکن الله تعالی عظیم و وسیع است. بله. بخشش زیاد استاد جان، جایهای در نماز دعا کردن بعد رکوع مقصد اجازت است؟ بعد رکوع در سجود گفتین در رکوع بعد رکوع و این چنین پیش از سلام. اما دیگر جاها دعاهای مخصوصی خود را دارد. قیام ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون طرفش دعا هست. اهدنا الصراط المستقیم، دعا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خودی کلمه نماز به زبان عربی صلات میشه. صلات یعنی دعا. همین نماز میگوییم ما به زبان تاجیکی، مضمونش دعا این هستش. برای چی؟ برای اینکه سر تا پا دعا هست. اصلا سبحانك اللهم این در سنن ابو داود آمدگی است. ثنا در بخاری و مسلم دیگر نوعی ثنا است و عبارت از دعا. اللهم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق و المغرب. الله اکبر میگویید و دعا رو سر میکنید، یعنی ثنا دعا هست. ای الله گناه مرا از گناه دور کن، چه خیلی که مشرق رو از مغرب دور کردی. پروردگار منو از گناهایم پاک کن، چه خیلی که لباس سفید رو از افلاسی ها پاک میکنی و مرا گناههای مرا با عرب و برف و با آب و با یخ بشوی. این دعا هست. بعد سوره فاتحه میخونید. نصف سوره فاتحه دعا هست. زم سوره میکنید، رکوع میکنید، در سجده با دعا میکنید. همین گونه با در آخری بعد رکعت آخر پیش از سلام بودن وقتی دعا هست، بعد صلوات خوندن وقتی دعا هست. همین جاهای دعا هست. والله تعالی اعلم.